بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع میکنیم از برنامه اکسس از موضوع به نام آپدیت. جدول میگیم کلوز و جزئیات میکشیم داخل برنامه. موضوع داریم به نام آپدیت. آپدیت کار ریپلیس انجام میده. مثلا کارمندی داری به نام علی، وظیفه است دکتر. میخوای تبدیل کنی به کارمندی به نام احمد، وظیفه است نرس. پس از موضوع به نام آپدیت استفاده میکنیم. آپدیت فایل میسازیم. در قسمت update to مثلا نام نفر برکت باز می نویسیم enter new name. کارمند جدید اسمی چیه؟ برکت دوباره بسته. در قسمت می نویسیم برکت باز enter old name. کارمند قبلی اسمی چی بود؟ همین کار در قسمت پوزیشن هم انجام میدیم. چرا؟ چون ممکنه در یک دفتر چند نام مشابه داشته باشیم. مثلا کدام احمد تغییر کنه؟ همون که وظیفه است دکتر. و در قسمت برکت باز می نویسیم enter new position. برکت دوباره بسته. در پایین برکت باز enter old position. دوباره برکت بسته. و در قسمت کلوز میکنیم جدول نام چی باشه؟ به نام آپدیت. روی اوکی کلیک میکنیم. مثلا کارمندی داریم به نام علی، وظیفه است تیچر. روی آپدیت کلیک میکنیم. yes enter new name. کارمند جدید اسمی چیه؟ برای طور مثال هست به نام سمی. روی اوکی کلیک میکنیم. enter new position. وظیفه چیه؟ به طور مثال هست نرس. enter old name. کارمند قبلی اسمی چی بود؟ هست به نام علی. وظیفه چی بود؟ تیچر. روی اوکی کلیک میکنیم. شما یک ردیف آپدیت کردیم. روی یس کلیک میکنیم. این تغییر کرد. کارمندی داریم به نام سمی، این معاشه و یا وظیفه. ای بود جلسه هشتم از برنامه اکسس.